استکبارستیزی معناش دشمنی کردن با دولت‌های دنیا نیست، معناش دشمنی کردن با استکباره. استکبار آفت برای بشریت است. از هر دولتی، از هر نظامی سر بزن. البته امروز مظهر استکبار آمریکا و صهیونیسمن، لکن هر جا، هر کس، هر دولتی، هر مجموعه‌ای که استکبار بورزن نسبت به دیگران یک آفت در جامعه بشری و در نظام زندگی انسان به وجود میارن. ستیزه با این حالت یک حالت مطلوب اسلامی است.